در کوچه صوفیا پیروفسکا 111 در محله نووایا سارتیروفکا در نویه ژلزنودروژنی شهر اکاترینبورگ پایتخت غیر رسمی منطقه اورال روسیه مکتب در واقع نودری رقم 149 عمل میکند. در این مکتب 977 خواننده تحصیل میکنند که تنها 199 نفرش روس زبان بوده، بقیه همه فرزندان مهاجران میباشند. معاون مدیر مکتب دانیل ریبانیدیلیا به نشریه ابلاسنایا گازета گفت از 977 خواننده مکتب 418 نفرش زادگان قرقیزستان و 291 نفرش زادگان تاجیکستان میباشند. در اینجا همچنین 46 زاده ازبکستان و 18 زاده آذربایجان تحصیل میکنند. باقی خوانندگان نمایندگان ملت‌های دیگرند. ریبانیدیلیا افزود برای امایش زودتر فرزندان مهاجران در مکتب درس‌های علاوگی زبان روسی و همچنین دوره‌های آموزش فرهنگی تشکیل کرده شدند. بنا به اطلاع ابلاسنایا گازeta چنین شماره زیاد کودکان قرقیز توجه امبودسمن قرقیزستان توقل مامیتوف را به خود جلب کرده است و او اخیراً همراه وکالتدار حقوق انسان ولایت سوردلوفسک تاتیانا میرزلیاکووا از مکتب رقم 149 دیدن کرد. تاتیانا میرزلیاکووا ضمن این بازدید به مامیتوف پیشنهاد کرد که برای آموزگاران این مکتب نادر در قلمرو قرقیزستان یگان انجمن تشکیل کند تا که آنها با محیط روزگار اصلی شاگردان خود از نزدیک آشنا شوند. مامیتوف این پیشنهاد را پذیرفته گفت تمام تلاش را برای تشکیل چنین سفر به خرج خواهد داد. او گفت برای آشنایی خوبتر با طرز زندگی و فرهنگ شاگردانشان به معلمان مکتب رقم 149 بهتر می بود که اگر نه فقط از شهرهای بزرگ بلکه از شهرک و دهه‌های قرقیزستان هم بازدید کنند. این به آنها امکان میدهد که زادگان آنجا را خوبتر بفهمند و با فرهنگ ملی مردم قرقیز باز هم نزدیکتر آشنایی پیدا کنند، گفته است امبودسمن قرقیز. تاتیانا میرزلیاکووا پاسخ داد که این همه در دست جانب میزبان است که چی میفرمایند. آموزگاران مکتب نیز گفتند که به چنین سفرها به قرقیزستان یا تاجیکستان هوسمند هستند، چون که این به آنها امکان میدهد که با طرز زندگی و فرهنگ شاگردان خود آشنایی نزدیکتر پیدا کرده جریان تعلیم را خوبتر برآمونند. اکاترینبورگ و منطقه اورال در پی شهر و ولایت مسکوا، شهر پتربورگ و ولایت‌های اطراف آن، ولایت و جمهوری‌های حوزه دریای ولگا یکی از سمت‌های عمده کار و زندگی مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه به شمار می‌رود.